ماجرای این سرای ایرانی، شهر لوازم خانگی، دیجیکالا، ازکی، اسنپ، اینا چیه که یهو انقدر علاقه‌مند به مردم ایران شدن که همه چیز رو میخوان به زور بهتون قسطی بدن، از ماست و چیپس گرفته تا فرش و لوازم خانگی و همه اینا رو میخوان بهتون قسطی بدن با ماهی 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان. طبیعتا هر موقع که انقدر تبلیغات و یک روشی زیاد داره تبلیغ میشه، یه بوایی میاد. تو این ویدیو قراره که این بوها رو ببینیم منشأش چیه و آیا به نفعمونه که بریم از این طرحهای خرید اقساطی استفاده بکنیم یا نه. سلام رفقا، من بردم میساقی هستم و خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من. 2-3 سالی هستش که خیلی از کسب و کارها خیلی یواش یواش اومدن بالا و کسب و کارهایی که قبلا اصلا وجود خارجی نداشتن با طرحهای عجیب غریب خرید اقساطی و بدون ضامن و با داشتن چک و سفته و اینجور چیزا میخوان بهتون کلی جنس بفروشن. جنسایی که در حالت عادی شما شاید 1 میلیارد تومان، 500 میلیون تومان باید براشون پول بدید تا نقد اینا رو بخرید. من میگم خیالتون راحت، 24 ماه، 36 ماهه بیای خرید بکنید، ماهی انقدر میدی، 1 تومان میدی، 2 تومان میدی، جهیزیتو بیا خیلی از ما راحت بخر. تا حدی جلو رفت که دیگه شما از دیجی پی و نمیدونم اسنپ پی و اینجور چیزا چیپس و ماستی که از سوپرمارکت میخری هم میتونی اقساطی بخری، یا از اسنپ و تپسی میخوای از اینجا بری اونجا اعتباری میتونی پرداخت بکنی. این قضیه از کجا آب میخوره؟ و اول از همه بگم که خریدهای اقساطی، خریدهای اعتباری قراره که چه مشکلاتی برای ما ایجاد بکنه. اولینو میگم، بعد میگم که این قضیه از کجا آب خورد، چی شد که یهو اینا رشد کردن، بگم روند و پروسش چیه و در آخر بگم که ما چی کار میتونیم انجام بدیم. بریم سراغ بخش اول که اصلا اینا چه مشکلاتی برای ما میتونه داشته باشه. مشکل بسیار بزرگی که این طرحها دارن اینه که شما اجناسی رو میخرید که اصلا شاید بهشون نیاز نداشته باشید. اجناسی میخرید که اجناس مصرفی هستن. شما برای اجناس مصرفی دارید خودتون رو میبرید زیر بار بدهی. این مورد اول. مورد دوم، شما این محصولات رو اگر بخواید که برید وام بگیرید از بانک با قوانین بانک مرکزی و به وسیله اون وام برید خرید بکنید، یک سود ثابتیه که همه بانک‌ها ملزمن اون رو رعایت بکنن. اگر از این طرح استفاده بکنید شما با سود بالاتری خرید میکنید. مثلا اگر بخواید برید 200 میلیون تومان وام بگیرید، وام کارت اعتباری از بانک‌ها بگیرید، سود 18 یا 23% داره. ولی اگر بخواید برید از این طرح‌ها استفاده بکنید، یهو دیدید سود 33%، 32%، 54% براتون محاسبه میشه. یک بخشش تحت عنوان اینه که سود اون واسط رو میگیرند، یه بخشش اینه که هزینه عملیاتی، خیلی عناوین مختلفی، ولی در انتهاش ممکنه که تا 50% از اون پولی که میگیرید رو باید باز پرداختش رو انجام بدید. مورد بعدی که خیلی مهمه و ما توی ایران چون که به اون صورت کارت اعتباری نداشتیم، الان هم خیلی نداریم، ولی طرحیه که بانک مرکزی راه انداخته، تله‌ایه که بانک مرکزی راه انداخته و داره قشنگ هم پوشش میکنه، اونم تله بدهی و وامه. خیلی از افرادی که الان در کشورهای دیگه به غیر از ایران هستن حرف من رو میتونن تایید بکنن که شما با داشتن کارت اعتباری هم میتونید یک سری مزایایی رو استفاده بکنید و هم میتونید توی یک تله بیافتید که هر چیزی رو با یک کارت اعتباری بخرید ولی رتبه اعتباریتون در سیستم بانکی بیاد پایین و بعدش خیلی بدبخت‌تر بشید. این از این. و از اونجایی که در مدارس و در دانشگاه‌های ما خیر سرشون تا حالا به ما در رابطه با این قضايا هیچی توضیح ندادن، برای من مثل روز روشنه که بعد از یه مدتی ما با یک بحران عظیم رتبه‌های اعتباری پایین در ایران قرار مواجه بشیم که اون بحران شاید کم از بحران صندوق‌های بازنشستگی تو ایران نداشته باشه. حالا چی شد که اصلا این روند شروع شد؟ چی شد که یهو 1-2 ساله خیلی از کسب و کارها تصمیم گرفتن که به شما اقساطی جنس بدن؟ یک چیزی داریم تحت عنوان تورم که شما بهتر از همه میدونید که این تورم یک درصدی داره. حالا دروغ بگن راست بگن، مثلا 50%. ولی زمانی که حقوق‌ها رو 20% شما افزایش میدید یا 10%، 15% افزایش میدید، به مرور زمان یک گپی ایجاد میشه که افراد از تورم عقب‌تر میمونن و روز به روز فقیرتر میشن. ولی دارن زندگی میکنن و یک سری هزینه‌هایی رو باید انجام بدن. یخچالش خراب شده، باید یخچال بخره. ماشینش خراب شده، باید ماشین بخره. یا هر چیز دیگه ای نیاز داشته باشه، شاید جنس‌های مصرفی باشه. اینها رو باید بخره. ولی چون پول نداره نقد بخره، مجبوره بره وام بگیره. یه بحرانی ایجاد شد، مردم پول ندارن. بانک‌ها
که یکی از این سه ذیل هستن که این اتفاق رو رقم زدن و ذیل خیلی مهمی هم هستن. تا قبلا این وام میدادن، مردم نمیآوردن بدن، نمیدونسته اون وامه کجا میره، این پول کجا میره، نقدینگی کجا میره، میرفت دلار میخرید، سکه میخرید، میرفت بالا میومد پایین، میتونست قسطو بده نمیتونست، از این بحرانا پیش میومد. بانک‌ها گفتن خب چیکار کنیم؟ پس بریم تسهیلاتمون رو مستقیم بدیم به اون جایی که میخواد مردم خرید بکنه. مورد سوم کسب و کارها بودن، چون این اختلاف ایجاد شده بود، مردم میخواستن، پول نداشتن بخرن و روز به روز همین اختلافه داره بیشتر میشه. یه تصمیمی شد که بانک‌ها بیان در قالب خرید دین که مردم میرن از یک فروشنده جنس میخرن، اون فروشنده میگه آقا تو پولت نمیرسه، بانک میگه من پول اون خریدار رو بهت میدم نقد، مثلا یک یخچال 100 میلیون تومانی رو پولش رو من بهت نقد میدم، ولی به عنوان وام اون 100 میلیون تومان رو میدم به خریدار تو. حالا من میدونم با اون مجموعه 20%، 23%، 18%، 50% باهاش حساب بکنم. یه معامله سه سربرده در ظاهر، ولی اولش گفتم که ضرراش برای خریدار چیه. بانک وامش رو میدونه به کجا داده و پولش حروم نشده. دو، خریدار جنسش رو میخره، فروشنده پولش رو نقد میگیره. این از همه کارها راحت تر. حالا اصلا روش خرید دین چیه؟ در واقع یه کلاشهری برای همون ربا یا نزول، هر چیزی اسمش رو بخواید بذارید، سود بانکی، هر چیزی، اینه که بدهی یک فرد رو بانک میاد میخره و در قالب اون سود میگیره از اون فرد، از اون فردی که اون جنس رو خریده. حالا این اتفاقات افتاد، ما هم تا حدودی میخوایم بخریم، خرید اقساطی هم انجام میدیم، خیلی هم پول نداریم. راهکارت چیه برنا جان؟ سه تا نکته بگم. نکته اول، به هیچ وجه من الوجوب برای خریدهای مصرفیتون از سیستم‌های اعتباری و اقساطی استفاده نکنید. مثلا خرید خونه میخوای انجام بدی، از اسنپ پی و نمیدونم دیجی جت و دیجی پی و اینجور چیزا استفاده نکن. حتی به این اسم که آخر ماه پرداخت میکنی، بذار آخر ماه پول دستت برسه اون وقت پرداخت بکن. این یک. مورد دوم، اگه قراره که لوازم خانگی رو خریداری بکنی، در صورتی خرید بکن که اون لوازم خانگی به استهلاک افتاده باشه. یعنی اگر قراره که شما یخچالت رو عوض بکنی، میبینی که هزینه تعمیرش بیش از اینه که بخوای بری یه دونه یخچال نو بخری. این رو هم در نظر بگیر دیگه. الان هر چی جنس لوازم خانگی داخلی هستش آشغاله، به معنای واقعی کلمه آشغاله و این رو خودتون هم میدونن، حتی تولید کننده ها خودشون هم میدونن. مورد سوم، اگر میخوای وامی بگیری، زیر بار بدهی بری، هر اتفاقی بیفته، اون پول رو توی کار یا توی چیزی هزینه بکن که برات آورده داشته باشه. فرش نمیخواد بخری قسطی بندازی زیر پات، فرش قراره بهت چی بده؟ فرش قراره بهت اجاره بده. الان دیگه یه جوری شده که دیگه همه راحت میرن فرش میخرن. قدیم بود فرش زیر پات سرمایه بود، میرفتی راحت با قیمت بالاتر میفروختی. الان همون فرش فروش هم مشکل فروش فرش داره. این دو سه تا نکته رو دقت بکنی، راحت میتونی از این طرح‌ها استفاده بکنی. فقط حواستون باشه تو رو خدا تو این تله وام و بدهی نیفتید که بیرون اومدن ازش خیلی سخته. بعضی هستن که نسل‌های بعدیشون هم حتی تو این تله افتادن، توی کشور خارج از ایران. پس همین اول کاره آقا، هر چقدر پول داری همونقدر خرج کن. اگر هم می‌خوای قسطی وامی چیزی بگیری، برو برای کارت بگیر. دمتونم گرم. امیدوارم این ویدیو به درد شما و کسی که این ویدیو رو قراره براش ارسال بکنید بخوره. پس این ویدیو رو یادتون نره حتما به هر کسی که فکر می‌کنید مناسبشه بفرستید، لایک بکنید و کامنت بذارید بگید که آیا تجربه خریدهای اقساطی رو داشتید یا نه. اگر تو کسب و کار خودتون دارید از این روش استفاده می‌کنید، به دردتون خورده، فروشتون افزایش داده یا نه. کلا نظرتون رو در رابطه با این برندهایی که دارن این کار رو انجام میدن هم بگید. دمتون گرم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. سابسکرایب یادتون نره. جیبتون پرپول، تنتون سالم، دلتون خوش. خدا